بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مبحث خط روند و خطوط کانال، در این جلسه قصد دارم در خصوص خط تعادل در چارت قیمتی صحبت کنم. در چارت قیمتی ما دو نوع خط تعادل داریم: خط تعادل در روند صعودی بازار و خط تعادل در روند نزولی بازار. در بازار این خط تعادل چگونه رسم میشه؟ ما برای ترسیم خط روند صعودی به دو پیوت های نیاز داریم، مانند این قسمت. در یک روند صعودی برای خط تعادل ما به دو پیوت های نیاز داریم، به دو پیوت های متوالی، مطابق صحبت هایی که در جلسات قبلی داشتیم. و اگر من از این های به این های خطی را رسم کنم، این خط در سبک بیس پیوت خط تعادل نام داره و هنگامی که قیمت به این خط برخورد میکنه، من انتظار دارم که قیمت برگشت داشته باشه و ریورس کنه قیمت. البته این مباحث و مباحث قبلی و مباحث بعدی که در این دوره مطرح میشه جزئیاتی داره که انشاءالله در دوره پیشرفته این سبک این جزئیات را مطرح میکنم. پس این از خط تعادل صعودی. در خصوص خط تعادل نزولی هم قضیه برعکس هست. ما باز در این سبک در این روند نزولی برای رسم هیچ خط تعادل روند نزولی به دو پیوت لو نیاز داریم، به این شکل. دو پیوت لو، این پیوت و این پیوت، این مربوط به این دره کمویی هست و این مربوط به این دره، متوالی. و وقتی که من یک خط تعادلی را از این لو و این لو رسم میکنم، هنگامی که قیمت به این لو برخورد میکنه، به این خط برخورد میکنه، بنده در اینجاها به دنبال بای هستم و انتظار دارم که قیمت در این قسمت از بازار برگشت داشته باشه. خب پس ما تا اینجا با رسم خطوط روند، خطوط کانال و خط تعادل آشنا شدیم. خصوصیات این و ویژگی های این خطوط را هم توضیح دادم. نکته حائز اهمیت در رسم همه این خطوط این هست که شما باید پیوت های قیمتی را در این سبک به همان روشی که توضیح داده شد پیدا کنید و این خطوط را از این پیوت ها و این خطوط را از این پیوت ها به همان روشی که توضیح دادم رسم کنید. یعنی ما در بازار هر قله و یا هر دره را به هم وصل نمی کنیم و اینکه در هر تایمی که شما پیوت ها رو مشخص کردید، خطوط رو شما باید در همان تایم رسم کنید و ویژگی هایی هم که گفته شد در همون تایم معتبر هستند. پس بنابراین ما در این سبک قبلا هم گفتم چیزی به نام پیوت های ماژور و مینور نداریم و فقط نقاط چرخش قیمت رو که دره و یا قله کمویی داشته باشد را پیوت می نامیم. در ادامه نیز در آینده می بینید که ما در این سبک با مولتی تایم کاری نداریم. یعنی ما در یک تک تایم قیمت رو بررسی میکنیم، در همان تایم با سیگنال هایی که در آینده معرفی میکنم وارد بازار میشیم
و استا و TPA از همون تایم میگیریم. از توجه همه عزیزان سپاسگزارم. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.